سلام دوستان، به کانال سکوت شب خوش آمدید. یاسمن هستم، روایتگر داستان واقعی زندگی شما. اگه از داستانای کانال خوشتون اومد، لطفاً با لایک، کامنت و شیر کردن ویدیوها ازشون حمایت کنین. مامان دست تنها موند. دوباره رو دست کنار حاجی نشستم. زیر لب گفت جلو جواد زشته، برو اونور بشین. جواد معذب میشد از من با صدای بلند گفتم هیچ جا نمیتونم بشینم، باید کنار حاجی خودم باشم. حاجی میوه پوست میگرفت و گفت جواد کار چطوره؟ جواد از کار میگفت و صحبت سر اون بود. به حاجی که نگاه میکردم جیگرم میسوخت. قرار بود بره. جلودارش نبودم. دستم به کجا بند میشد؟ به کی گله میکردم؟ لعنت به خودم میومد. مامان چای ریخته بود و اومد پیشمون. انصافاً تو خونه داری لنگه نداشت. حاجی جای من تشکر کرد و گفت اینطوری نمیشه که شما زحمت بکشین. مامان چادرش رو سرش انداخت و گفت چه زحمتی؟ دخترها هم بچه‌ها خسته‌شون میکنن. جواد به ساعت نگاه کرد و گفت سارا تو میخوای بمونی؟ سارا با سر گفت آره. پس من میرم پیش مامانم، اونجا میخوابم. همینجا بمون. خب نه مامان تنها، سر شبی بهم زنگ زد. یهو خواسته پرسیدم گفتی امشب شب اینجا دعوتین؟ جواد یکم مکث کرد و گفت بله. گفتم ابرومو بالا دادم. پس میدونست. حاجی با تعجب از سوالم نگاه کرد و گفت میدونست عادت به اون چیزا ندارم. گوشیش زنگ میخورد و با عذرخواهی رفت تو حیاط. جواد آماده میشد بره و گفت کی بود به بابام این موقع شب زنگ زد؟ سارا با چش قره بهش فهمون زشته. خودمو جمع جور کردم گفتم به خاطر کاره، الان میاد. با لبخندی رفتم تو حیاط. حاجی صحبت میکرد و منو که دید لبخندشو جمع کرد و قطع کرد. گوشیشو تو جیبش فرو برد و گفت جانم. کی بود حاجی وقت شب؟ شونه‌شو بالا داد. مهم نبود. بریم داخل. قبل از رفتنمون داخل جواد بیرون اومد. شب خیر گفت و تشکر کرد و راهی شد. باقر تا جلو در باهاش رفت و بدرقش کرد. برای سارا و مامان تو اتاق پایین رخت خواب پهن کردم و شب خیر گفتم. حاجی رفته بود اتاق بالا. برقا رو خاموش کردم و رفتم بالا. پسرا تو اتاق خودشون خواب بودن. صورتشون رو بوسیدم. پرستارشون هم خوابیده بود. خیلی خسته میشد. برق اونجا رو هم خاموش کردم و رفتم اتاقمون. حاجی که توش بود چقدر اونجا آرامش داشت. امنیت داشت و من کور بودم. باقر روی تخت بود و سرش تو گوشیش بود. چراغو خاموش کرده بود و آباژور فقط روشن بود. رفتم سمت کمد و گفتم بخواب دیگه. تو بخواب، فعلا بیدارم. از حرص دندونامو به هم فشردم و گفتم به کی پیام میدی؟ اما جوابمو نداد. لباسامو درآوردم و با همون لباسی رفتم رو تخت. زیر چشمی نگام میکرد. به عمد به دست و پاهام کرم میمالیدم و گفتم خیلی خوش گذشت. دور هم بودن، خانواده داشتن خیلی خوبه. خدا همه رو برای هم نگه داره. کنارش دراز کشیدم و خواستم صفحه گوشیشو ببینم که گوشیشو خاموش کرد و گذاشت زیر بالششو دراز کشید. چراغو خاموش کرد و شب خیر گفت. روم نمیشد کلمه ای بگم. پشتشو بهم کرد و خوابید. قبلا اگه اونطور جلوش بودم تمام تنمو میبوسید. چقدر سخت بود. چقدر اون بی ارزش بودنم براش تلخ بود. صبح از صدای شرشر آب همون سر حال بیدار شدم. باقر رفته بود دوش بگیره. یهو دنبال گوشیش گشتم. رو میز بود. تو پیاماش دنبال پیام بودم اما چیزی نبود و پاک کرده بود. کلافه شدم. نه تماس گذاشته بود بمونه نه پیامی. میدونست من تو گوشیش سرک میکشم. لباسامو انداختم رو تخت و وارد حمام شدم. زیر دوش بود و با تعجب نگام کرد. شونه‌هامو بالا دادم و گفتم مزاحمت نمیشم تا بقیه خوابن منم دوش بگیرم. جلو ماما زشته برم حموم. حالا با خودش فکر میکنه دیشب چیکار کردیم که همون واجب داشتم. ابروشو بالا داد و جلوی اینه تنشو لیف میکشید. پشتشو بهم کرد. نگاهم نمیکرد و آتیش میگرفتم. زیر دوش رفتم و آروم گفتم هیچی مثل دوش نمیتونه کیف بده. کنارش ایستادم و تو آینه بزرگ روی دیوار نگاش کردم و گفتم تمیزی باقر، میشه پشت منم لیف بکشی؟ پشتمو بهش کردم و موهامو رو شونم بردم. حس میکردم داره خودشو عذاب میده و مقاومت میکنه، اما خیلی خوب خودشو کنترل میکرد. مدام به زیر شکمش نگاه میکردم و توقع داشتم تغییر کنه و حس درونش افشا کنه، اما خبری نبود. پشتمو لیف میکشید و پشتمو به عقب دادم و کمرم گوتر کردم. نمیدونم چرا صبح کمر درد میگیرم. چیزی نمیگفت. باقر میشه یکم کمرمو زیر آب گرم ماساژ بدی؟ لیف روی جاش گذاشت. همونطور که میرفت زیر دوش گفت امروز وقت بگیر برو دکتر، با آب گرم کمر درد خوب نمیشه. صلوات فرستاد و حوله رو برمی داشت که بره. از پشت سر چسبیدمش و با ناله گفتم باقر نرو. تو جا مکث کرد. تکون نمیخورد. لبخند رو لبام نشست و جلوتر رفتم. با انگشتم پشتشو نوازش کردم و گفتم نرو. هنوز که محرمتم، نرو. هنوز که اینجایی اینجوری نرو. دستامو دور شکمش بردم و آرومی بردم پایین. دستامو چسبید مانع شد و گفت سمیرا مجبورم نکن همین امروز برم. دستامو ول کرد و بیرون رفت. انگار تموم شدنی بود و من خودمو گول داشتم میزدم. زیر دوش چقدر گریه کردم.
جز گریه کردن کاری از دستم بر نمیومد. پایین که رفتم حاجی رفته بود کله پاچه گرفته بود. دور هم صبونه خوردیم و حاجی رفت. تمام ذهنم به هم ریخته بود. نمیتونستم کاری کنم، دیگه هیچی به ذهنم نمیرسید. باید کنار میومدم. نمیدونم چرا اما به منیژه زنگ زدم. خیلی بوق خورد تا جواب داد. از لحنش پیدا بود که متعجب شده از زنگ زدنم. سمیرا تویی؟ علیک سلام. سلام. تعجب کردم. چرا تعجب؟ یه زنگ نمیزنی؟ یه حالی نمیپرسی؟ آخه خودت گفتی نیام. بعد زنگم نزدی. گفتم لابد درگیر طلاق و اینای مزاحمت نشم. جا خوردم و گفتم طلاق؟ آره دیگه، مگه نمیخواین جداشین؟ نه، کی گفته من میخوام طلاق بگیرم؟ خودش جمع جور کرد و گفت خودت میگفتی. نه عزیزم، زندگیم خیلی هم خوبه، همه چی مرتبه. یعنی آشتی کردی با حاجی؟ لحنش فریاد میزد که اون ناراحت و جا خورده. چرا من دلم گواهی میداد یه چیزی بین اون و حاجی منه. آب دهنمو با ترس قورت دادم. گفتم نه عزیزم، اتفاقا اول صبحی تو همون حاجی چنان گیرم انداخت که هنوز زیر دلم درد میکنه. سکوتش چه معنایی میداد و گفت سمیرا من سر کارم، بعداً زنگ میزنم. قطع کرد، بدون خدافظی قطع کرد. داشتم مثل کوره میسوختم، مثل اسپند رو آتیش. هزار تا بهونه چیدم و زدم از خونه بیرون. رو به مامان گفتم مامان حالا که شما هستین من برم یه دوری بزنم. کجا بری؟ وقت نمی‌کنم برای خودم برم یه دور ماشین بزنم. خب هممون بریم. اونجوری که نمیشه، تنهایی برم. سارا با خوشحالی گفت مامان بذار بره، ما هستیم. مامان دلنگران گفت پس مراقب خودت باش. سوار ماشینم رفتم سمت محل کار حاجی. دلم داشت میجوشید. چرا من اون فکر اومده بود تو سرم؟ چرا؟ حاجی توقع نداشت برم اونجا. از پشت میزش بلند شد و گفتی چایی وقت داری با هم بخوریم؟ به صندلی اشاره کرد و با روی باز گفت بفرما. بچه‌ها کجان؟ مادرت؟ همه خونن. تا اونا بودن منم اومدم پیش شما یه چایی بخورم. خوب کردی. چایی بخوری یه سر بریم دفتر وکیل حالا که وقت آزاده. لبخند تلخی زدم و سکوت کردم. باقر پاشو روی هم مینداخت که گفتم باقر دوستم منیژه کجا براش کار پیدا کردی؟ بهم خیره موند. اون نگاهشو پشتم میلرزوند و گفت بانک ملی. هم که نزدیک خودتونه؟ آره. ابرومو بالا دادم و گفتم دلم براش تنگ شده. پس کی ندیدمش؟ باقر چیزی نگفت و بهم شکلات تعارف کرد. طعم شیرین اون شکلات روی زبونم تلخ مثل زهر مار بود. قورتش که دادم گفتم قبلا چقدر دوست داشتم بتونم بیام این داخل. یادت یواشکی قرار میذاشتیم؟ حاجی خندید و گفت من با تو هم مجنون شدم، هم فرهاد، هم دیوانه. با خنده گفتم یادش بخیر. چه روزای قشنگی بود. کاش میشد دوباره اون روزا برگرده. حاجی برام چای میریخت و گفت چی شد اومدی اینجا؟ راستشو بگم؟ بهم خیره گفت بله. دلم برات تنگ شد. خندید و گفت خوب کردی. چای خوردیم و یکم از هر دری حرف زدیم. باقر داشت در مورد پسرا میگفت که درب زده شد. وای از اون لحظه، وای از اون ثانیه که کاش میمردم. تا حاجی گفت بفرمایید در باز شد و جلو چشام منیژه اومد داخل. تمام اون افکار، تمام اون چیزا تو سرم جلو اومد. شک نداشتم اون با حاجی دوست شده، اما باز به خودم گفتم اون که میگفت حاجی چندشه. نه اینطور نیست. لبخندی زدم. منیژه جا خورد و سلام کرد. به پاش بلند شدم و گفتم منیژه اینجا چی کار میکنی؟ منیژه با لکنت گفت نمیدونستم اینجایی. آخه گفتی خونه ای. اینجا خونه نداره. اومدم پیش حاجی. دستپاچه یه مشت برگه از کیفش در آورد و گفت برای دستچک حاجی اومدم تا دیگه بانک نیاد. برگه ها رو به سمت حاجی گرفت. حاجی خیلی خونسرد برگه ها رو گرفت و گفت فردا میارم بانک برات. از جفتشون چشم بر نمی‌داشتم. منیژه یه جوری بود و گفت من باید برم. بمون منیژه، بریم خونه یه چایی بخوریم. نه کار دارم. تو صورتم نگاه نمی‌کرد. انگار میترسید از نگاه کردن به من. یه خدافظی ساده کرد و رفت. رو به حاجی چرخیدم و گفتم چش بود؟ حاجی بی تفاوت گفت نمیدونم، دوست و رفیق توئه. همیشه میاد اینجا؟ نه، وقتی کار بانکی دارم. دندونامو به هم فشردم و گفتم دختر خوبی نیست. حاجی بهم چشم دوخت و گفت رفیقت بود، جونت بود، چی شد پس؟ کلا میگم یه چیزایی در موردش دیدم که خوشم نیومد. عجب، خوب کردی. برگه ها رو برداشت و گفت بریم خونه، من کار ندارم. به سمت ماشین رفتیم و گفتم با ماشین من میای؟ یکم فکر کرد و گفت بریم. ماشین تو پارکینگ بمونه همونجا. کنارم نشست و استارت زدم. منیژه شده بود یه تومور توی سرم. حرکت که کردم گفتم امروز نریم پیش وکیل، بریم خونه مامان اونجاست. باقر سرشو تکون داد و نگاش تو برگه ها بود. گفت سمیرا برات میخوام دست چک بگیرم. با تعجب نگاش کردم. برای من؟ آره، پولا بیاد تو حساب تو. با چک تو کار میکنم. اونجوری همه حسابا دست تو میمونه. باشه. حواسم بهش بود چقدر خونسرد بود. اما منیژه چرا دست و پاشو گم کرد؟ وای داشتم دیوونه میشدم. کلافه رانندگی میکردم. باقر متوجه بود. پشت چراغ هرچی بوق زدم ماشین جلویی حرکت نمیکرد. انگار اون بیچاره قرار بود تمام اعصاب خوردی منو به جون بخره. پیاده شدم و داد زدم مگه گاو سوار شدی؟ برو دیگه. راننده زن بود. خاموش کرده بود و دست و پاشو گم کرده بود.
باقر دستمو گرفت کشید تو ماشین و گفت سمیرا چه خبرته؟ صبر کن بذار حرکت کنه. عصبی به فرمون کوبیدم و گفتم بلد نیست چرا میشینه پشت فرمون؟ اتفاقی نیفتاده الان میره. بالاخره روشن کرد و حرکت کرد. جوری پامو رو گاز فشردم که لاستیکا صدا داد. باقر فقط نگام میکرد. ماشین تو پارکینگ گذاشتم و رفتیم داخل. مامان خوش آمد گفت. برامون آش پخته بود. بوش و عطرش همه جا رو برداشته بود. باقر دستاشو میشست و گفت امروز دلم نیومد نهار بیرون بمونم. به به چه عطر و بویی هم داره. عصر بود که دیگه نتونستم تحمل کنم. باقر رفته بود و معلوم نبود کجا بود. با بغض به مامان نگاه کردم. مامان با تعجب نگام کرد و گفت چی شده؟ با گریه‌ای که حد و اندازه نداشت گفتم مامان بدبخت شدم. سارا دستپاچ بشقاب تخمه رو زمین انداخت و با نگرانی گفت چی شده؟ دستامو رو صورتم گذاشتم و گفتم خودم کردم لعنت بهم بیاد. مامانم اومد نزدیکم نگرانم بود. من خیلی به اون استرس وارد می‌کردم. با دلنگرانی گفت حاج خانم کاری کرده؟ نه مامان خود خاک بر سرم. سارا با هیجان گفت دوباره حامله‌ای؟ این بار بین گریه چپ چپ نگاش کردم و گفتم سارا حامله باشم چرا گریه کنم؟ سارا هم نگران اومد نزدیکتر و گفت خب چه بدونم تو که ما رو دق دادی بگو چی شده؟ اشکامو پاک کردم و گفتم یه مدت طولانی بود که منیژه مدام میگفت چرا دارم خودمو توی این زندگی میسوزونم؟ چرا زن این پیرمرد شدم؟ من خاک بر سر به باقر پشت کردم. بلاهای بدی سرش آوردم. اتاقشو جدا کردم. بین گریه هام به رو خیره بودم. من به باقر بد کردم. بهش گفتم ازت چندشم میشه. خودمو ازش دریغ کردم. بهش رو نمیدادم. کلا ولش کرده بودم. 1000 بار خواهش کرد. التماسم کرد اما کوتاه نیومدم. 1000 مدل جلو اومد اما نخواستم. مامان با اخم گفت سمیرا تو آخرش منو دق میدی. کاش خودم دق کنم بمیرم. خب بعدش چی؟ برای چی این کارو کردی؟ مگه خودت نخواستی؟ اون بدبخت حاجی چی برات کم گذاشت؟ برات کاری بود نکرده باشه. من کور بودم. من زیادی زده بود زیر دلم. من لیاقت این همه خوبیو نداشتم. حاجی حالا میخواد جدا بشیم. مامان هر کاری کردم بر نمیگرده. مامان اون دیگه منو نمیخواد. من مطمئنم با یکی دیگه است. دستامو رو صورتم گذاشتم و بلند زجه میزدم. سارا پشت دستش زد و گفت سمیرا شوخی میکنی؟ این بار جواد تحمل نمیکنه. سمیرا تو با خودت چیکار کردی؟ میخوای همه بهتون بخندن؟ میخوای سرکوفتت رو بزنن تو سر اون بدبخت حاجی؟ آخه خواهر من تو چرا اینقدر سرخودی؟ چرا اینقدر بیفکری؟ تکلیف اون 2 بچه چی بود؟ با گریه فریاد زدم من نمیدونم فقط میخوام بمیرم. مامان با هرس گفت پس بمیر. با تعجب بهش نگاه کردم. روشو ازم گرفت و گفت حلالت نمیکنم سمیرا نمیبخشمت. تو چرا اینطوری؟ منیژه به این زندگی تو به این رفاه تو حسادت میکرده. تو کور بودی یا بچه؟ ادعات هم میشه عقلت میرسه؟ تفلک حاجی چی میکشه از دست تو؟ مامان من مقصر نیستم. حاجی منو دیگه نمیخواد. نباید هم بخواد. بهترین کارو میکنه. با دلخوری نگاش میکردم. سارا بهش اشاره کرد مامان کوتاه بیاد و گفت مامان الان نباید سر سمیرا قور بزنی. باید کمکش کنی. مامان پاشو رو هم انداخت و گفت من هیچ کمکی بهش نمیکنم. وقتی گفته نمیخوام، وقتی گفته طلاق میخوام، الانم بشینه محصولی که کاشته رو جمع کنه. اگه خودش نخواسته بوده. حرفای مامان بیشتر اوزارم میداد و بیشتر گریه میکردم. سارا به مامان اشاره کرد کوتاه بیاد و اومد نزدیکتر بغلم گرفت. تو بغلش حق میکردم و گفتم مامان درست میگه من حقمه. اما سارا با گریه گفت تو هیچی حقت نیست جز خوشبختی، جز سربلندی. تو به خاطر من، به خاطر بی‌زبون بودن من از جوانیت، از آرزوهات گذشتی. تو به خاطر من این بازیو شروع کردی. من هر روز هر شب دعات میکنم. ما پدر نداشتیم اما تو پدر شدی برای من. تو خودت هم نمیدونی اما من مدیونتم. تو کاری کردی حساب کار دست همه بیاد. تو کاری کردی ستونای زندگی من محکم بشه. تو فکر کردی من ولت میکنم و خودم میرم با حاجی صحبت میکنم. من شده التماسش میکنم، به پاهاش میافتم اما نمیذارم. به جون محمدم نمیذارم. تو بغل سارا آروم شدم. مامانم بلند شد و رفت تو حیاط. سارا آروم بود. ناراحت نشو. مامان تو دلش چیزی نیست، فقط ناراحته. بذار حاجی بیاد، من باهاش حرف میزنم. سارا قبول نمیکنه. سارا نفس عمیقی کشید و گفت سمیرا چرا خریت کردی؟ همه حسادت میکنن به این که تو نور چشمی حاجی، به این که حاجی زندگیشو گذاشته در اختیار تو، بهت محبت میکنه، اون کنار تو شده یکی دیگه. اون وقت تو چطور به همه اینا پشت پا زدی؟ به خدا منیژه تحریکم کرد. خدا نبخشه همون منیژه رو. حاجی کم بهش خوبی کرد. همه آرزوشون بود جایی تو باشن. این واقعیته. شاید همون منیژه الان برای حاجی نقشه کشیده. به سارا زل زدم. اونم حرف دل منو زد. با لکنت گفتم یعنی میشه؟ چرا نشه؟ مگه خر حاجی رو ول کنه؟ تو فقط خری. سارا من باقر رو واقعا دوست دارم. واقعا عاشقشم. گریه نکن دورت بگردم. سرمو به سینه‌اش فشرد. دلم یکم سبک شده بود. مامان حرف نمیزد و تو خودش بود. منم جرئت نمی‌کردم چیزی بگم. حاجی که اومد سارا آروم گفت
تو چیزی نگو، بذار من خواهش کنم. من فقط به حرف سارا گوش کردم. اون آخرین امید من بود. بعد شام دور هم نشسته بودیم. چشام قرمز بود و حوصله نداشتم. سارا رفت چای آورد. روبروی حاجی نشست و گفت حاجی جون میشه یکم صحبت کنیم؟ حاجی با لبخندی گفت جانم عروسم بگو. سارا با تردید و یه دنیا استرس نمیتونست چی بگه، نمیدونست چطور بگه. با کلمات و دستش بازی میکرد و دستاش میلرزیدن. خواهر مظلوم و بیزبون من بود. اون حتی نمیتونست حق خودشو بگیره. چطور میخواست از من حمایت کنه؟ مامان با جدیت تمام گفت حاج آقا انشالله کی میخوای از سمیرا جدا بشی؟ حاجی به مامان نگاه کنان گفت اگه کاراش خوب پیش بره تا یه ماه دیگه. من مات و مبهوت بهشون نگاه کردم. انگار مامان خبر داشت. چقدر حاجی معمولی بهش گفت. حتی نخواست تفره بره یا زیرش بزنه. مامان با آهی گفت بچه‌ها چی میشن؟ اگه سمیرا بخواد کنار اون میمونن. اشکام بی صدا میریختن. سارا دستش رو دستم گذاشت تا آروم باشم. انگشتاشو گرفتم و فشردم. مامان سرشو تکون داد و خیره به من گفت بهترین تصمیمو شما گرفتین. بذارین همچین زن بی‌لیاقتی، همچین زن دهنبینی، همچین دختر سرخودی سرش به سنگ بخوره. از کنایه‌های مامان سرم رو پایین انداختم. لبام میلرزید. چرا حمایتم نمیکرد؟ من خیلی اذیتش کرده بودم، اما چرا پشتمو خالی میکرد؟ حاجی سرفه‌ای کرد و گفت سمیرا. نمیخواستم نگاش کنم. نمیتونستم و همونطور زیر اون نگاه فقط گریه میکردم. دلم میخواست بمیرم، دلم میخواست راحت شم. باقر دوباره گفت سمیرا میشه نگام کنی؟ ولی نمیتونستم. مامان با حرص گفت رویی داره نگاهتون کنه؟ آخه رویی هم گذاشته؟ دیگه حق میکردم و سارا با دلخوری گفت مامان خواهش میکنم تمومش کن. حاج آقا اگه سمیرا هر کار غلط و اشتباهی کرد به خاطر من بوده. چون من یتیم بودم، چون من کسی رو نداشتم حقمو بگیره. حاج خانم در حقم نامردی کرده بود و این دختر با تمام دختر بودنش تونست دلمو شاد کنه. اون عاشقتون شده بود، دوستتون داشت. الانم حقش نیست شما و مادرم اینطوری عذابش بدین. سمیرا اشتباه کرده، تمام کاراش اشتباه بوده، اما برای من اون قهرمان زندگیم بوده و هست. اون کاری کرد که به همه زنای دنیا بفهمونه که نباید برای هم نوع خودتون بد بخواید، نباید غمو فقط برای همسایه بخواید. بادی تو قبقبش انداخت و گفت اگه شما از سمیرا جدا بشی به جان محمدم منم از جواد جدا میشم. حاجی بلند بلند خندید و مامان گفت تو بیخود میکنی، همین کم بود، تو هم بهش اضافه شو. هر دوتون ساکت باشید. بس هر کاری کردین. سمیرا باید درس حسابی بهش داده میشد. زندگی رو همیشه نمیشه شوخی گرفت. سارا با گریه‌هایی که دل آدمو به درد می آورد گفت مامان به خدا منم جدا میشم. این بار من بغل گرفتمش. اون خیلی مظلوم و معصوم بود. من به خاطر اون هر کاری میکردم. آروم گفتم گریه نکن، من به درد، تو خوشبخت باش. مامان چشاش پر از اشک بود اما چیزی نمیگفت و نگاهمون میکرد. حاجی نفس عمیقی کشید گفت سمیرا از من خواست جدا بشیم، درسته؟ با سر گفتم آره. سمیرا خواست تموم کنین، درسته؟ بله. مادرت از همه چیز با خبر بوده. به سمت مامان چرخیدم و تعجب نگاش کردم. از چی با خبر بوده؟ از جدایی ما. من بهش گفته بودم. مامان تو میدونستی؟ مامان آره غلیظ گفت و رو به حاجی گفت اجازه میدین من بگم یا خودتون میگین؟ شما بفرما. مامان نگامون کرد و گفت خیلی وقت پیش بود که حاجی اومد خونمون. داشتم ظرفا رو میشستم. اول نگران تو شدم. حاج آقا چی شده تنها اومدین؟ مزاحم شدم میدونم اما مسئله مهمی پیش اومده. دستام همونطور کفی با چادرم خوش کردم و روبروی حاجی نشستم. زبونم لال اتفاق بدی افتاده؟ فعلا نه، اما اگه جلوشو نگیرین میافته. چی شده؟ سمیرا یه دوستی داره، منیژه میشناسینش که؟ آره حاجی ما قدیم خونه یکی بودیم. نمیخوام بد بگم اما بهم زنگ میزنه میاد تو محیط کارم. پرستار خونه رو سفارش کرده بودم حواسش بهش باشه. اون داره سمیرا رو بر علیه من میکنه و تو سرش فکر طلاق میندازه. سمیرا برعکس ظاهرش خیلی ساده است، خیلی دلرحمه. هر چقدر اون با روی باز میره جلو منیژه سوء استفاده میکنه. من میخوام کمک کنین، میخوام در جریان باشید. من حاجی سرشو پایین انداخت و ادامه داد جلوی شما آب میشم اگه بگم، اما نمیتونم نگم. من با سمیرا معنی عشق رو فهمیدم. من تو جوونی خیلی ندیدم و امروز دارم خیلی زندگی رو میبینم. شیطنت‌های سمیرا، حتی اشتباهاتش رو با جون میخرم، اما نمیخوام زندگی ما دوتا از هم بپاشه. نمیخوام بچه‌ها ضررشو ببینن. نمیخوام کاری کنم که سمیرا منو مقصر بدونه. محکم پشت دستم زدم. خدا مرگم بده اون منیژه همچین دختری نیست. دختر بدی نیست، اما به خوشبختی سمیرا حسادت میکنه. مامان داشت تعریف میکرد و من خیره بودم بهش. منیژه دختر بدی نیست اما به سمیرا حسادت میکنه، به اینکه سمیرا تو پوله و اون نداره. شما مادرشی، میخوام شما هم کنارم باشی. چیکار میتونم بکنم؟ از من خیالتون راحت. یه تار موی سمیرا رو به دنیا نمیدم، اما میخوام شما هم کمک کنی. حاجی از اون روز همه چی رو به من میگفت.
کارای خجالت آور دخترم، تا دلبریای یواشکی منیژه، تا طلاقش، تا پا پیش شدنهای سمیرا. مامان به حاجی چشم دوخت و حاجی با لبخندی بهم گفت شاید ازت میگذشتم چون واقعا دیگه کشش نداشتم. اما یه روزی پرستار پسرا صدای ضبط شده بهم داد. خودم ازش خواسته بودم. تو توی اون صدا در جواب پیشنهاد منیژه برای بیرون رفتن و خیانت و خوش بودن جواب قشنگی داده بودی. گفتی حتی اگه منم نخوای هیچ وقت ارزش خودتو نابود نمی‌کنی. گفتی تو مادرتو تا بچه هستی و عفت داری. من برای همین چیزاتی که اینقدر میخوامت. سمیرا جان، نمیخواستم عذاب بکشی اما لازم بود یکم به خودت بیای. زندگی خاله بازی نیست. همون منیژه روزی نیست که مزاحم من نشه. روزی نبود که یواشکی دکمه لباسشو به عمد باز نذاره. اون مقصر نبود. اون رو حساب گذشته فکر میکرد. من به خاطر بدن تو جذبت شدم، اما نمیدونست که من واقعا دوستت دارم. اون گوشواره هم برای مادرت خریدم که تمام مدت با صبوریش آرومم میکرد که تا راه اشتباه نرم. من بهتم گفته بودم تا آخر عمرم منتظرت میموندم تا برگردی. به مامان بعدشم به باقر نگاه کردم. من خواب بودم. مگه میشد اونا واقعی باشن؟ سارا بیشتر از من متعجب و شوکه بود. لبامو ازم جدا کردم و گفتم باقر. دستشو برام دراز کرد و گفت جان باقر تو که منو زیر و رو کردی. نفهمیدم چطور رفتم سمتش. خودم محکم کوبیدم تو بغلش. دستاشو پشتم گذاشت و معذب بود. از جلوی اونا بغلم گرفته بود و گفت اون دوستت رفیق نبود. رفیق اونه که تو رو خوشبخت بخواد. اون جایگاه تو میخواست. اون خوشی تو رو میخواست. فکر میکردی تو مقصری که اون شانس نداره. اون خوشبخت نیست. شاید خوشبختی تو به خاطر این همین قلب بزرگت بوده و هست. من برای کنارت بودم، برای داشتنت از آبروی چندین سالم گذاشتم. من پا رو تمام اعتقاداتم گذاشتم تو کنارم باشی. سمیرا بچه‌هامو به هر دوی ما نیاز دارن. محکم تنشو چنگ زدم و فشار میدادم و گفتم من تو رو برای خودم میخوام. تو باقر خودمی، من نمیخوام بری. اشکام رو کتش میریخت و گفت سمیرا زشت جلو مادرت. ولی من جدا نمیشدم و چسبیده بودم بهش. باقر پشتمو نوازش کرد و این بار دلخور گفت سمیرا زشته. رو پاهاش نشستم و سرمو چسبوندم به سرش. من رو اگه میکشتنم اون ساعت از کنارش و بغلش جایی نمیرفتم. حاجی هم دستشو دور کمرم پیچیده بود. با عقل به مامان نگاه کردم و گفتم مامان بد، میدونی من چی کشیدم؟ خودت میدونی من چی از دست تو کشیدم. وقتی حاج باقر گفت پاتو کردی توی کفش طلاق بگیری، باید بهم میگفتی. به بازوی باقر زدم و گفتم تو هم خیلی بدی. بد جنسی. من هر روز میمردم. من هر روز داشتم دق میکردم. نمیدیدی و ساکت بودی. نشستی با مامان خودم نقشه کشیدین. مجبور بودم. سمیر جان، داشتی اشتباه میکردی. باید گذشته رو برات جلو می آوردم تا بفهمی چی میشه. با حرص گفتم برای اون منیشه دارم. باقر جدی منو از خودش جدا کرد و گفت حتی نمیخوام کینه‌ای بگی. فقط از همچین آدمایی دوری کن. دلم میلرزید که بپرسم و آروم گفتم تا که باهاش دوست نشدی. حاجی استغفرالله گفت و ادامه داد به خدا من دیوانه همین کاراتم. مامان دستاشو برام باز کرد و گفت هم پسر بودی برام، هم دقم دادی. با شرمندگی رفتم تو بغلش. موهامو بوسید و گفت خدا به خاطر همین بزرگیته که دوستت داره. رو سفیدم کردی. وقتی اون صدا تو گوشی حاجی شنیدم بهت افتخار کردم. تو ثابت کردی شیر حلال خوردی. مرسی مامان، مرسی. سارا چقدر هنوز گریه میکرد و خوشحال بود. باورم نمیشد. نمیتونستم باور کنم. یعنی واقعا اون روزا تموم داشت میشد. یعنی من گول رفیق خودمو خورده بودم. نه، من گول غرور بیجایی خودمو خوردم. گول بی‌لیاقتی خودم رو. مامان آروم تو گوشم گفت بچسب به شوهر، به زندگیت. حاجی معذرت خواست و گفت من بالا هستم پیش پسرا. خواست ما راحت باشیم. با عشق نگاش کردم و بی‌پروا گفتم حاج باقر. به سمتم چرخید و گفت بله. جلو مامان و سارا بینیمو جمع کردم و گفتم دوست دارم. گونه‌هاش تا زیر گوشاش قرمز شد و رفت بالا. حاجی که رفت بالا سارا نزدیکتر شد و گفت مامان تو میدونستی چرا به من نگفتی؟ چی میگفتم از حماقت خواهرت؟ سمیرا تو کی میخوای عاقل بشی مادر؟ چرا داری خودتو عذاب میدی؟ ولی میخوام یه روزی گوش اون منیژه رو بپیچونم. اگه حاجی پاش میلرزید الان اینجا جایی تو اون نشسته بود. خدا میدونه جواب کدوم کار خوبمون دیدیم. دلم میخواد فقط بخندم مامان. مامان صورتمو نوازش کرد و گفت بخند دخترم. باورم نمیشد. مامان مو به مو تعریف کرد و گفت خودمو لعنت کردم و اون منیژه رو. اما دلم میخواست تو صورتش توف بندازم. اما لیاقت اون توف رو هم نداشت. شاید روزگارش حقش بود که نصیبش شده بود. من هیچ وقت به خوشی کسی حسادت نکرده بودم. برای همه خوشی خواسته بودم. مامان رو به سارا گفت به جواد بگو بیا دنبالمون. تو هم برو خونت. با عقل گفتم مگه قراره برید؟ آره مادر، هر چیزی اندازه داره. شما باید بشینید دوتایی حرف بزنید.
جوادم از خونش آواره است. زن باید شب تو خونش بخوابه. مخالفت نکردم و گفتم باشه. حقیقت دلم میخواست با حاجی تنها باشم. دلم میخواست اون شب شروع دوباره زندگیمون باشه. دلم میخواست بغل بگیرمش و ببوسمش. مامانو بدرقی میکردم و گفتم کاش میموندین. نمیشه مادر، برو بخواب، پسراتم خوابن، دیر وقته. حاجی کتشو رو شونه‌ام انداخت و گفت حاج خانم والا میموندین، اینجا خونه خودتونه. من مزاحم شدم اما چشم بازم میام. سوگند به کیسه خوراکی و تنقلاتی که براش گذاشته بودم ببره نگاه میکرد و بهونه میکرد خوابش میومد. جواد محمدو برد داخل ماشین، خواب بود. سارا صورتم بوسید تو گوشم گفت مادر شوهرم بازم میام. با خنده گفتم بیا. اون شب به داشتنش افتخار کردم. اون برای من، برای خوشبختی من زجه زد. حرفایی زد که دلم آروم گرفت. اونا رفتن و براشون دست تکون دادم. وارد حیا شدیم و باقر درو قفل کرد و گفت دلم گرفت رفتن. شلوغی دوست دارم. با شیطنت نگاش کردم و گفتم من برعکس تو خلوت باشیم و دوست دارم. باقر ریز ریز خندید و رفتیم داخل. پرستار کنار پسرا خواب بود. در به اتاقمون رو بستم و گفتم باقر 1000 تا سوال دارم در مورد منیژه. باقر لباساشو عوض می‌کرد و گفت جانم فقط دونه دونه بپرس. به چی گفت؟ چی ازت می‌خواست؟ ببین سمیرا، نمی‌خوام بشینی هر روز بهش فکر کنی. اون می‌خواست تو رو از چشم بندازه. همون روزا که نمیذاشتی بیام پیشت هر روز زنگ می‌زد و میگفت اگه مشکلی داریم اون کمک کنه. دندونامو به هم فشردم و گفتم میکشمش. بیا بخواب. رو تخت دراز می‌کشیدم، موتور که راه می‌رفتم گفتم تو باید با کی میموندی؟ خندید و گفت این دیگه واقعی بود. یه رفیق داشتم سالا قبل تو مکه، با هم همسفر بودیم. اهل زنبازی بود. اومده بود اینجا برای عمل پروستات. من بردمش باغ و با هم بودیم. خدا رو شکر عملش هم موفقیت آمیز بود. به سمت تختم رفتم. رو تخت نشستم و گفتم تموم شد. واقعا همه اون کابوسا تموم شد. دستاشو برام باز کرد. رو دستش سرمو گذاشتم و گفتم منو ببخش باقر، خیلی اذیتت کردم. خیلی بی‌احترامی بهت کردم. با محبت گفت فقط دیگه تکرار نکن، چون تجربه کردی. اگه منو نخوای منو رو هوا میدزدن. با اخم نگاش کردم و گفتم بیخود کردن. دستشو زیر پتو برد و گفت این چند روز خونه آوردی زیر پوست من. الان که باید شیطون بشی آرومی پس چرا؟ به سمتش چرخیدم. پامو لای پاش رد کردم و گفتم من همیشه شیطونم. آروم شروع کردم به دلبری کردن که اون اتفاقی که منتظرش بودم دوباره بین من و باقر افتاد. باقر سرمو بوسید و تنمو بو کشید. چقدر خوبه که تموم کابوسا تموم شده بود. هر دو خسته خوابیدیم و چقدر اون خواب خوب بود. بیدار شدم. باقر هنوز خوابیده بود. انرژی فراوانی تو وجودم اومده بود. من دوباره سرزنده شده بودم. دوباره داشتم زندگی میکردم. رفتم حموم خودمو شستم تا برای یه روز خوب بیرون برم. باقر تو چارچوب درب حموم خیره بهم بود. صبح بخیر گفتم و ادامه دادم. چه عجب امروز خوابیدی و زود بیدار نشدی؟ 10 بار بیدار شدم اما دلم نیومد از کنارت برم. سمیرا مرسی بابت همه این خوشبختی. جلو اومد و دستشو گرفتم. آروم لبامو نزدیک گوشش بردم و گفتم من باید تشکر کنم بابت همه چیز. بابت این همه اعتماد، بابت تمام خوبیات. شروع کردم به دیوانه کردن باقر و دوباره اتفاقی شیرین بین من و باقر اتفاق افتاد. جوری سر ذوق آورده بودمش که خودش هم اصلا باورش نمیشد. به خاطر شرشر آب نمیذاشت ناله‌های خفن بیرون بره. حاجی خیس عرق بود و تمام گردنم از جای میکیدنش و جای عشق کبود کرده بود. تمام تنم جای خون مردگی بود. تو آینه لبمو گزیدم و گفتم حاجی. باقر لباس تنش میکرد و گفت جانم اینو رو ببین. باقر با خجالت گفت شرمنده. اینا برای شرمندگی نیست، اینا برای عشق، برای زندگیه. به سمتش چرخیدم و گفتم کجا میری؟ سر کار. یه خواهش دارم. باقر بهم چشم دوخت. با مکسی گفتم نمیخوام چیزی بگم یا کاری کنم، اما میخوام به منیژه زنگ بزنم و بگم بیاد اینجا. حاجی جدی گفت سمیرا تمومش کن، خواهش میکنم. منم میخوام تموم بشه. میخوام با چشماش ببینه. میخوام بفهمه ما همو دوست داریم و کنار همیم. بیروش نیار. چشم. میدونم خیلی مهربونی. من زود میام خونه. شام میپزی؟ با هیجان رفتم سمتش. بوسیدمش و گفتم بله. حسین جون درست میکنم. لبخندی زد و آروم گفتم ببینم من شیرین ترم یا حسین جون. خندید و رفت. منتظر پارت آخر داستان باشید.